سلام، اینجا آربیتریج اسکن است. پلتفرمی که به شما کمک میکنه از بازار کریپتو سود ببرید. نه فقط زمانی که بازار حرکت‌های بزرگی داره، بلکه حتی وقتی بازار کاملا راکد است. امروز یکی از قابل اعتمادترین استراتژی‌های آربیتراژ را به شما نشان میدهم. اسپات به علاوه فیوچرز. این روش به شما اجازه میدهد بدون توجه به جهت بازار سود خود را تضمین کنید. نکته اصلی این است که شما ریسک معامله نمی‌کنید، بلکه اختلاف قیمت‌ها را معامله می‌کنید. استراتژی اسپات به علاوه فیوچرز واقعاً ساده است. شما یک کوین پیدا می‌کنید که قیمت آن در بازار اسپات و فیوچرز متفاوت است. سپس شما کوین را در بازار اسپات که ارزان‌تر است می‌خرید و همزمان یک پوزیشن شورت در فیوچرز که گرانتر است باز می‌کنید. به این ترتیب شما فوراً اختلاف قیمت را به عنوان سود خود قفل می‌کنید. بعد از آن دیگر مهم نیست قیمت به کدام سمت می‌رود. اگر قیمت بالا برود، شما در بازار اسپات سود می‌کنید. اگر قیمت پایین بیاید، پوزیشن شورت شما ضرر را جبران می‌کند. این موقعیت کاملاً هج شده و ریسک پایینی دارد. شاید ساده به نظر برسد، اما چند نکته وجود دارد که باید درست انجام دهید تا هج خود را از دست ندهید. اول از همه، هیچ وقت با کل سرمایه‌تان یک بار وارد نشوید. سفارش‌های خود را تقسیم کنید. مثلا اگر می‌خواهید با $10,000 معامله کنید، ابتدا با $2,000 شروع کنید، بعد $3,000 و به همین ترتیب ادامه دهید. این کار به کاهش اسلیپیج کمک می‌کند و کنترل بیشتری به شما می‌دهد. دوم اینکه همیشه از سفارش محدود لیمیت اوردر استفاده کنید. سفارش بازار مارکت اوردر می‌تواند باعث قیمت‌های نامناسب شود، مخصوصاً در فیوچرز هایی که نقدینگی کمی دارند. سفارش محدود به شما کمک می‌کند قیمت ورود خود را کنترل کنید و اسپرد خود را حفظ کنید. همچنین کارمزدها و نرخ فاندینگ را فراموش نکنید. معامله‌گران این موارد را نادیده می‌گیرند و سودشان را از دست می‌دهند. در آربیتریج اسکن ما این موضوعات را در نظر گرفته ایم. سیستم ما سود خالص واقعی شما را با احتساب هزینه‌های پنهان محاسبه می‌کند. کوین هایی را انتخاب کنید که نقدینگی مناسبی دارند. اگر نتوانید بدون اسلیپیج زیاد وارد یا خارج شوید، حتی یک اسپرد بزرگ هم بیفایده است. روی دارایی‌های میانرده یا بزرگ با حجم واقعی تمرکز کنید. شما حالا استراتژی رو دارید و نکات کلیدی که باید هنگام آربیتراژ با این روش در نظر بگیرید را میدانید. حالا میرسیم به شیرین ترین بخش ویدیو، یعنی مورد یکی از مشتریان ما که توانست فقط در 3 دقیقه با آربیتراژ اسپات و فیوچرز $558 سود کند. یکی از کاربران ما اخیراً یک مثال عالی را با ما به اشتراک گذاشت. او یک هشدار از آربیتریج اسکن دریافت کرد که نشان دهنده یک اسپرد 43% روی توکنش بین صرافی‌های بگیت، کوکوین و گیت بود. مشکل این بود که او در حال حرکت بود و لپتاپ نداشت، فقط یک گوشی همراه داشت. با وجود اینکه مشتری در حال حرکت بود، خیلی سریع واکنش نشان داد. او حدود $600 شهم در اسپات کوکوین و بیتگت خرید و همزمان یک پوزیشن شورت به همان اندازه در فیوچرز گیت باز کرد. قیمتش هم تقریباً 100% رشد کرد و بعد خیلی سریع دوباره سقوط کرد. کل این چرخه، یعنی صعود و سقوط، کمتر از 3 دقیقه طول کشید. اینطور پیش رفت. در گیت، جایی که پوزیشن شورت داشت، $667 سود کرد. در بیتگت، جایی که پوزیشن اسپات داشت، $141 ضرر کرد. و در کوکوین، جایی که پوزیشن اسپات داشت، $32 دیگر سود کرد. نتیجه نهایی $558 سود بدون تحلیل عمیق، فقط با استفاده از سیگنال ربات تلگرام ما. اسپورت ها مدام کمتر و محدودتر می شدند. اگر مشتری پشت کامپیوتر بود، می توانست این معامله را چندین بار تکرار کند، اما حتی با موبایلش هم جواب داد. نتیجه گیری لازم نیست شرایط کاملا ایدئال باشد. فقط کافی است ابزار مناسب را داشته باشید و ما آماده‌ایم که این ابزارها را در اختیارتان بگذاریم. اگر آماده اید از تیوری به نتایج واقعی برسید، الان وقتشه. ما چندین تعرفه برای اسکنر آربیتراژ ارائه می‌دهیم که می‌توانید آنها را در بخش اشتراک‌ها در وبسایت ما پیدا کنید. هر کدام برای سطح متفاوتی مناسب است.
پس بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم. اگر تازه کار هستید، حتما پلن بیزینس را انتخاب کنید. این پلن دسترسی کامل به همه استراتژی‌ها و ابزارها را به شما می‌دهد تا بتونید فوراً فرصت‌های واقعی را شناسایی کنید. اگر به پشتیبانی و عمر بیشتری نیاز دارید، پلن پلاتینیوم را انتخاب کنید. در این پلن یک مدیر شخصی خواهید داشت که شما را راهنمایی می‌کند و معاملاتتان را بررسی می‌کند. علاوه بر این به صرافی‌های غیر متمرکز و تنظیمات اختصاصی هم دسترسی خواهید داشت. اگر می‌خواهید به طور کامل وارد این کار شوید، پلن گورو مخصوص شماست. با تماس‌های یک به یک، تحلیل معاملات و دعوت به رویدادهای خصوصی حضوری با تیم اسکنر آربیتراژ و پلن وب درباره‌اش به صورت عمومی صحبت نمی‌کنیم. ما این اشتراک را مخفیانه از همه پنهان کرده ایم جز شما. فرصت امتحان کردن بهترین ها را از دست ندهید. و مهمتر از همه، وقتی هر کدام از اشتراک‌ها را تهیه کنید، به طور خودکار در قرعه کشی $5000 ما شرکت داده می‌شوید. مبلغی که می‌توانید برای معاملات آربیتراژ خودتان استفاده کنید. قوانین کاملا ساده و منصفانه هستند. همه جزئیات را در توضیحات قرار دادم. پس منتظر نمانید. در حالی که شما دارید این رو تماشا می‌کنید، یک نفر دیگر همین حالا وارد معامله شده است. این اسکنر آربیتراژ بود. در سیگنال بعدی می‌بینمتان.